در 6 دهه منصوب به جماعت دهاتی خاناباد شهر اسفره بیش از 13,000 اهالی عمدتاً تاجیکان و ازبکان و قرغیزها اهلانه زندگی به سر میبرند. اگرچه در اینجا شغل مردم اساساً از باغپروری و زراعتکاری و چارواداری و هنرمندی عبارت است، اما تعداد نفران همساله به مهاجرت مهنتی روی آورنده هم کم نیستند. در جماعت معتقدند که در برابر جهد و تلاش ساختارهای دولتی محض مسئولیت شناسی و حس وطندوستی برخی از مهاجران مهنتی موفق شرایط فراهم آورد تا پیامدهای فاجعه بار پهنگردی بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 سری وقت پیشگیری کرده شود. صاحبکاران دهه خاناباد به مبلغ زیاده از 67,000 سامانی پخلری خریداری نمودند. تمام دهه ها را هر شب با واسطه بچه‌های در همین جا بوده عملیات بی‌ضررکنی گذراندند و به هر یک اویله یک لیتری آنتیسپتیک دسترس کردند و پندمی عصبی بی‌ضررکنی در جماعت ما سبکتر گذشت. ساکن دهه خوشابود جماعت دهاتی خاناباد شهر اسفره عابده خان شریپова تا آغاز پندمی با قالین بافی و آماده نمودن کرپه و کرپچه و بالین ها مشغول بود. اما با بسته شدن مرز دولتی با جمهوری قرغیزستان دستگاه های قالین بافی و قراق بافی او از کار ماندند، زیرا محصولات خود را او اساساً در ناحیه بادکان و شهرک سمرقنده که جمهوری قرغیزستان می‌فروخت و از آنجا اشیای خام خوش صفت از قبیل پشم بز و گوسفند و ریسمان‌های کاسبیش را خریداری می‌نمود. من آخر هم خلق کرونا ویروس شد، همون بعد رفت آمد قیین شد. نباشد ما من گلمای قرغیزستان با برده فروخته زندگی گذرانده می آمدیم. حاضر اینطور نیست، رفت آمد قیین شد، اولادا با رفتن قیین شد. اونجا با گلم برده گلمای فروخته اونجا ما با درکاری چیز خریده می آمدیم از بازار. پاندمی به منبع درآمد دیگری عابده خان معاش فرزندانی در مهاجرت مهنتی در روسیه قرار داشته اش نیز تأثیر منفی رسانید. زنی هنرمند شکرانه می کند که در چنین لحظه های دشوار به سر طاقه وی پول نفقه و کمک پولی های دولتی دوره پاندمی بسنده است که گرسنه نماند و در سردی های زمستان اذیت نکشد. من در 5 تا فرزندم، 3 دختر 2 پسر. هر دوشم رسینده بود. پیش مول پول می آمد. حاضر همون اونجا هم کار نیست، همه شیشت ما با پول کم آمد که همون فقط حاضر زندگی ما همون پینسه کته. خدا با شکر همون با دولت و یاردم کراست. خدا با شکر که زندگی گذشت است. مردم جماعت دهاتی خاناباد در دوره پاندمی آن هنرمندان از حسابی هنری خود، لیکن از حسابی چارواداری، از حسابی دهقانی ریسک روزی خود را یافتند و یافته ایستادند. در حاضر هم من که راه ها حال گشوده نشده است، مردم به همین دهقانی و چارواداری مشغول شده ایستادند. زنان فعال دهه خوشاباد جماعت دهاتی خاناباد نگرانی از آن دارند که بر اثر پاندمی و قطع شدن روابط بین کشورها دسترسی به منبع‌های اشیای خام خوش صفت و بازار پیشنهاد محصولات کاسبی تماما امکان ناپذیر شده است و هنرهای مردمی روی به تنزل نهاده‌اند. قرغیزان ده همون حرف عادتمان همون که همون گیلم بافی بالش کشته همتن چیزای نبافت شوبه نمیتیم دخترای دخترکای خود سینی سالی ما با طریق حشرات نبات میکردن که دستی خودشان کتی همون جیزشان با تا سینی 18 ساله تا سینی 19 ساله همون گلیم بافی یاد گرفتی. همون گلیمی خودشان دوزن و عرفی عادتی همون چندین سال پیشینه همون ماند گفته. با وجود تمام مشکلات دوره پاندمی از زنهای دهه خوشاباد جماعت دهاتی خاناباد به فردای نیک امید دارند. این اعتماد آنها را دوام 1 ماه آخر در کشور به قید گرفته نشدن یگان حالت سرایت یابی از کرونا ویروس تقویت می بخشد.